این تکنیکی که بهت یاد میدم تو میتونی آمار استوری همه بلاگرهایی که بهشون تبلیغ میدی رو ببینی. تو آپدیت جدید این اینستاگرام تو منو بالا یه علامت آدمک یه تیک کنارشه، اون اگر براتون فعال شده باشه گزینه ادز پارتنرشیپ روش کلیک میکنید، فعالش میکنید و شما همینو به بلاگر میگید. یعنی وقتی به یه بلاگر میخوای تبلیغ بدی یا به یه پیج عمومی میخوای تبلیغ بدی میگی که گزینه ادز پارتنرشیپ رو برای ما فعال کن که تو فقط بتونی به آمار اون استوری که پولشو دادی تبلیغ برات انجام بده دسترسی پیدا کنی. گزینه ادز پارتنرشیپ هم برای پست ها فعال شده هم برای استوری ها. شما دیگه میتونید آمار استوریتون رو کامل ببینید. وقتی به بلاگر تبلیغ میدین چند تا استیکر تپ داشته و چند نفر دیدن تا بتونید بهتر تبلیغتون رو بررسی و تحلیل کنید. به تبلیغات بعدیتون سوخت کمتری بدین و نتیجه بیشتری بگیرید. این پست رو بفرست برای اون دوستت که بیشتر از همه داره تبلیغات میکنه و خودت هم سیوش کن، چون احتمالاً یه روزی میخوای تبلیغات بدی و این